خب دوستان سلام، وقتتون بخیر. تو قسمت چهارم از دوره آموزشی 0 تا 100 همراه با استراتژی هستیم. تو این قسمت می‌خوایم راجع به متاتریدر صحبت کنیم. تو قسمت قبل یاد گرفتیم چطور افتتاح حساب کنیم داخل بروکر، چطور متاتریدر رو دانلود کنیم و چطور حساب بروکر رو وصل کنیم به متاتریدر. تو این قسمت می‌خوایم راجع به متاتریدر صحبت کنیم و اینکه چطور می‌تونیم ازش استفاده کنیم. زمانی که شما میایید وارد متاتریدر میشید، امکان داره که با همچین صفحه مواجه نشید، یعنی این تمپلیت یا هم قالبی که می‌بینید نباشه و شکل و شمایلی که داره اینطوری باشه، یعنی چند تا چارت کنار هم دیگه قرار داده میشن و به شما نشون داده میشه که یه همچین شکل و شمایلی داره. شما شاید تعجب کنید که ای بابا، آقا کمونگری که میومد باز میکرد به یه شکل دیگه بود. اون تمپلیت و قالب رو حالا جلوتر با هم دیگه می‌بینیم و عوضش می‌کنیم و بهتون یاد میدم چطور بتونید رنگا رو تغییر بدید. و اگرم آره میذارم تمپلیت هم داخل کانالمون میذارم که اگر مایل بودین تمپلیت من رو بتونید ازش استفاده کنید. با هم دیگه میریم جلو، یاد میگیریم که چطور بتونیم تمپلیت رو تغییر بدیم و چطور از متاتریدر استفاده کنیم. نکته‌ای که هست، نکاتی که واقعا به دردتون میخوره رو من براتون توضیح میدم. چیزایی که براتون فقط ذهن پر کنه است رو کاملا میذاریم کنار و باش کاری نداریم. و از این بالا میبینید فایل، ویو، اینسرت، چارت، تولز، ویندوز و هلپ وجود داره که تک تک این گزینه‌ها رو بهتون میگم. هلپ رو کاری نداریم چون به کارمون نمیاد. کلا شما زمانی که وارد متاتریدر شدی، روی گزینه فایل که بزنین اینجا براتون یه دونه نیو چارت میاد. تمام این گزینه‌ها رو با هم دیگه تک به تک میریم جلو. اوکی، روی گزینه فایل بزنین، نیو چارت رو انتخاب کنی، اینجا دی جی یو سی یا همون داو جونز ما میشه، روش که کلیک کنید میبینید یه چارت جدید براتون باز شده که شما میتونید روش تحلیل بدید. من حالا تمپلیت رو تغییر میدم که بتونم راحت‌تر براتون توضیح بدم. یه چارت جدید براتون باز میشه زمانی که شما میایین نیو چارت رو میزنید و انتخاب میکنید. اینجا تمام گزینه‌هایی که شما داخل بروکر میتونید باش معامله کنید رو براتون میاره. بر فرض مثال فارکس رو داریم، اینجا تمام جفت ارزها رو بهتون نشون میده و اینجا متال رو داریم که ما طلا و نقره رو اینجا به شما نشون میدن. نکته‌ای که هست، ما روی دو تا چارت کار داریم و تحلیل میکنیم و معامله میکنیم. یکی روی شاخص داو جونز و که میبینید اینجا هست و یه دونم اونس جهانی طلا. اوکی، ما با این دوتا کار داریم، با بقیه جفت ارزها کاری نداریم. روی گزینه فایل دوباره اوپن آفلاین که به کارتون نمیاد، اوپن دلیتد، تمام چارت هایی که اخیراً بستید رو بهتون نشون میده. بر فرض مثال من اومدم و اینجا طلا رو اومدم مثلا حذف کردم. خب اونس جهانی طلا اومدم چارتش رو بستم، اینجا بهم نشون میده تمام چارتایی که اخیراً بستم. پروفایل رو جلوتر همینجا براتون توضیح میدم. ببینید حالت دیفالت داره. دیفالت یعنی چی؟ یعنی شما انتخاب میکنید پروفایل رو، خب که اسمش چی باشه و سیوش کنید. من اینجا طلا رو دارم و داو جونز رو که میام مثلا این پروفایل رو انتخاب میکنم، سیوش میکنم به اسم مثلا دیفالت که هر موقع روش کلیک کردم این دو تا شاخص و اونس رو بهم نشون بده. و حالا مثلا ساعت 12:01 میام چیکار میکنم؟ میخوام اون تایمی دارم ساعت 12:30 که روی جفت ارزا بیام معامله کنم. روی بریتیش پوند میزنم، اسمش رو مثلا بر فرض مثال بریتیش پوند انتخاب کردم. 3 تا جفت ارز رو هم داخلش قرار دادم که باش معامله انجام بدم. زمانی که من روی پروفایل بعدیم کلیک کنم، پروفایل قبلیم که طلا و شاخص داو جونز بود کلا میره کنار و جفت ارزی که داخل بریتیش پوند هست بهم نشون داده میشه که کار خاصی هم نداره. شما میتونید هر پروفایلی دوست دارید مد نظرتون سیو از رو بزنید، اینجا اسمش اضافه میشه. برای گزینه کلوز بزنید، من این حالت دیفالت برگردونم. برای گزینه کلوز شما روی کلوز که بزنید چارت براتون بسته میشه. الان ما دی جی یو اس کلوز رو بزنیم چارت برامون بسته میشه که راحت ترین کار اینه که بیای اینجا روی این ضرب کلیک کنی یا من دی جی یو اس رو دوباره بیام روی این گزینه. میبینید این پایین رو، این پایین هم شما جفت ارزا رو میتونید تغییر بدید دیگه. الان طلا هست، میتونید چارت ها رو تغییر بدید. میتونید روی این گزینه کلیک راست کنید، کلوز رو بزنید و چارت برای شما بسته میشه به همین راحتی. بریم سر وقت گزینه بعدی، سیو از پیکچر. ببینید ما کلا توی فایل یکی با اوپن دیتا فولدر کار داریم، یکی اوپن اکانت. خب سیو از پیکچر یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کنید بر فرض مثلا من حسین کمانگری اینجا وارد معامله سل میشم، تحلیلم اینه که اینجا قیمت ریزش ادامه خواهد داشت اما قیمت برمیگرده به حد ضرر منو تاچ میکنه. من میخوام این عکس رو بفرستم، این دلیل اینکه اینجا ضرر کردم رو بفرستم برای منتورم یا برای رفیقم که تو بازار فارکسه، بهم دلیل ضررم رو بگه. خب میام عکس میگیرم از اینجا، چیکار میکنم؟ روی گزینه فایل میزنم، سیو از پیکچر رو میزنم. اینجا یه دونه گزینه داره پست ایمیج، خب MQL5. خب اگه تیکش زده بود تیکش رو بردارین، اوکی رو بزنین. اینجا ازتون درایو میخواد، تو کدوم درایو من ذخیرش کنم. سیو رو بزنید و تمام، عکس رو براتون نشون میده و میتونید بفرستید برای
دوستتون یا منتورتون. اوپن دیتا فولدر، ببینید کور اصلی تمومه ارزم به خدمت شما اطلاعاتی که داخل و فایلایی که داخل متاتریدر هست اینجاست. شما بر فرض مثال براتون اینجا بزنم، این ثانیه شمار رو می‌بینین، اندیکاتورش رو من داخل کانال گذاشتم، شما میتونید ازش استفاده کنید. خب این اندیکاتور رو برمی‌دارید میرید داخل اوپن دیتا فولدر برای اینکه ذخیره‌اش کنید. چیکار می‌کنید؟ از اول بگم. کپی می‌کنید فایل ثانیه شمار رو، میاد روی گزینه فایل اوپن دیتا فولدر رو میزنید برای اینکه ذخیره بشه. در کور اصلیش داخل MQL4 رو که زدی اینجا ایندیکیتور رو باز می‌کنید، کلیک راست می‌کنید، پیست می‌کنید، ذخیره میشه براتون به همین راحت. یعنی شما تمام گزینه‌ای که باید اضافه کنید به متاتریدر رو باید از طریق این راه برید رو فایل اوپن دیتا فولدر. گزینه بعدی میشه اوپن ان اکانت. شما میخواید یه حساب جدیدتری رو باز کنید. الان من همین متاتریدر حسابی که روش دارم برای اینکه برای شما توضیح بدم، این حساب دمو اومدم بهش وصل کردم. خب اینجا حساب اوپو گروپ LLC ریل وان رو میبینید و اوپو گروپ LLC دمو. ما با LTD کاری نداریم. شما حساب دمو داشته باشید بعد روی این گزینه بزنید، بعد نکست. روی حساب ریل داشته باشید روی این گزینه نگاه بدید و بعد نکست. خب برای حالا من توضیح دادم تو قسمت قبلی. بعد اینجا لاگین و پسوردتون رو میزنید فینیش و حساب جدید براتون باز میشه. با این گزینه‌ها هم که کاری نداریم. خب میرسه به پرینت هم که تکلیفش روشنه. روش که نگهداری میتونید اینجا حالا بعد دستگاهتون رو وصل کنید و بعد گزینه اوکی رو بزنید، از صفحاتون پرینت میگیره و براتون نشون میده. اینجا میریم رو گزینه بعدی لنگویج که میتونید شما زبان متاتریدر رو تغییر بدید، از عربی گرفته تا همسالم، فارسی هم داره. فارسی رو بذارید دیگه خیلی زشت میشه. همین انگلیسی رو بذارید چون دیگه خلاصه باید با واژه‌های بازار فارکس هم آشنایی داشته باشید دیگه. شما میخواید به چشم یه بیزینس ببینید، نمیخواید که سرسری هر کنارش بگذارید از بازار فارکس. بعد شما یه سری موارد مثلا بر فرض مثلا سل استاپ و بای استاپ رو باید بدونید، واژگان انگلیسیش رو باید بدونید. این پس چی شد؟ گزینه لنگویج شد. روی گزینه تول بار هم که بزنید ببینید اینجا استاندارد داریم، چارت داریم، لاین داریم و تایم فریم. من اینو همه رو اگه بردارم، این گزینه‌ای که اینجا هست خب همه میره. اوکی؟ اگرم شما یک روزی نداشتید اینها رو میتونید اینجا روش بزنید، رو تول بار استاندارد رو که بزنید براتون میاره یه سری گزینه‌ها. مارکت واچ رو که با هم دیگه آشنا شدیم. اینجا هم دیتا. خب دیتا ویندوه که براتون نشون میده آقا این کندله که الان توی تایم فریم 1 ساعته هست به چه صورتی، یه سری اطلاعات رو بهتون میده. مثلا اینجا رو میبینید این کندل قرمز رو من روش که نگه دارم میبینید تغییر پیدا میکنه. روش که نگه دارم بالاترین قیمت، پایینترین قیمت، چه تایمی بوده، همه اینها رو به من نشون میده. میبینید ساعت 17 اون بالا هم 17 رو نوشته. میبینید الان 17 رو نگه دارم، میبینید روی این کندل نگه دارم 17 رو می‌نویسه. بالاترین قیمت اون 1 ساعت، پایینترین قیمت، اوپنش کجا بوده، کلوزش کجا، همه اینها رو به شما نشون میده. بعد اینجا نویگیتور داریم که شما اندیکاتورها رو میتونید بهش اضافه کنید. اکانت هاتون رو اینجا میتونید ببینید. خب این اکانت دمویی که باز کردم، اکانتاتون رو میتونید ببینید. بعد اینجا میبینید یک گزینه درختی داره که شما میتونید با اضافه کنید یا کمش کنید، مثبت یا کمش کنید. ایندیکیتور داره که شما این اندیکاتورها رو بهش اضافه میکنید. نرید اندیکاتورهای عجیب و غریبی که توی بازار میبینید، توی فضا مجازی میبینید رو نرید اضافه کنید، مثلا ساخت های و لو و امثالهم. این اصلا به کارتون نمیاد. من کلا با گزینه اندیکاتور خیلی مخالفم. دلیلش رو هم چیزای قسمت‌های قبلی گفتم. فقط این گزینه‌های مثلا ثانیه شمار و امثالهم به کارتون میاد. خب اندیکاتور داره، بعد اکسپرت داره، یعنی شما من خودم مای فیسبوک رو دارم بهش وصل. خب و اینجا غمگینه به خاطر اینکه هنوز روی طول آپشن نرفتم، اونجا طبعا توضیح میدم. اون رو تیکشو بزنم خوشحال میشه. مای فیسبوک رو دارید یا رباتایی دارید که مثلا برای مدیریت سرمایه است. همه اینها اینجا چی میشه؟ اضافه میشه. خب اسکریپت دارید. اسکریپت هم دقیقاً مثل اکسپرت فعال میشه که مثلا بهش یه کدی میدی، قیمت اگر به اینجا رسید، بالای مکدی رسید یا مثلا RSI به 70 رسید، به شما آلارم میده برای ریزش قیمت. شما میتونید که تحلیل کنید و از همین موارد. اوکی، پس این نویگیتور شد. برای پرینت هم که بهتون گفتم، پرینت هم چیز خاصی نداره. بریم گزینه بعدی. حالا اینو من براتون چارت رو اضافه کنم. میبینید گزینه ها رو میشه اضافه کرد خب از همینجا. و یه گزینه دیگه هم هست، این بغل حاشیه رو میبینید. حاشیه رو میبینید روش کلیک راست کنید، کاستومایز رو بزنید، میتونید که یه سری گزینه ها بهش اضافه کنید، مثل پروفایل. میبینید اینجا اضافه میشه، مثلا اینسرت، اینا رو مثلا فول اسکرین، اینا رو میتونید اضافه کنید با گزینه اینسرت. حالا میخواید حذفش کنید، ریموو رو میزنید و حذف میشه. خب به همین سادگی، چیز بسیار عجیب و غریبی هم نیست. حالا میخواید جاشون رو هم تغییر بدید، بذارید من کامل توضیح بدم و جاشون هم بهتون میگم چطوری میشه تغییر داد.
اینها کندلن، خب که جلوتر توی قسمت کندل براتون توضیح میدم. شما میتونید تغییرش بدین، میبینید لاین چارت شده، خب یا میتونید مثلا به صورت نمودار میله‌ای درستش کنید، اما مهمترین یعنی کندل ژاپنی همون چی؟ کندل استیک. خب میتونید ازش استفاده کنید. اینم زوم اوت و زوم اینه که دیگه خیلی تابلوه. شما میتونید بزرگ کنید صفحتون رو یا میتونید کوچیک کنید کندل ها رو. من که خودم همیشه یادتون باشه من میام بزرگترین حالت برای اینکه دیده بهتری داشته باشم 3 تا کمش میکنم، 1 2 3. این دیدیه که من میپسندم. خب و این گزینه چیه؟ میاد تموم چارت هایی که شما باز دارید رو کنار هم دیگه قرار میده. اگه 10 تا هم چارت داشته باشید روی این گزینه که بزنید کنار هم دیگه قرار میده. میبینید کافیه روی این بزنید چارت ها رو میاره کنار هم دیگه. حالا میخواید مثلا دوباره به حالت دیفالت برگردونید، چیکار میکنید؟ مثلا من داو جونز میخوام تحلیل کنم، روی داو جونز این بالا 2 تا کلیک میکنم صفحه برای من باز میشه. و اینم که گزینه‌ای که شما میتونید شیفتش کنید بیاد این طرفتر از این قسمت سمت راست چارت. میبینید الان روش که بزنم فاصله میگیره از سمت راست. خب و رو مختارین حالت ممکنم اینه. اولا بلد نبودم، هی میگفتم خدای من میرم جلو، این چرا میاد عقب. میبینید هر چقدر شما چارت رو ببرید جلو این دوباره برمیگردونه سر جای اصلیش. میبینید و مثلا بر فرض مثال من رفتم تحلیل کردم بک تست می‌خواستم بگیرم، رفتم خیلی عقب. خب میخوام برگردم به حالت برم به قسمت اول، هی دیگه لازم نیست اینو برگردونم که روی این گزینه میذارم دوباره برمیگرده سر جاش. و اینم گزینه‌ای بود که بعد خدمتتون میگفتم. بریم بعدی. اینم از قسمت‌هایی که شما میتونید استفاده کنید. این که کافر تکلیفش روشنه، فلشه. اینم میبینید این کروزر خیلی خوبه، یه سری دیتا ها داره که حالا جلوتر بهتون میگم. خب میبینید سری اعداد تغییر پیدا میکنه، اون جلوتر خدمتتون حتما میگم. و اینم که ورتیکال لاینه، شما میتونید یه بازه زمانی رو جدا کنید. الان میبینید ساعت 5 صبح، شما اینو که بکشید 5 صبح قبلش رو میتونید تحلیل کنید، 5 صبح بعدش هم میتونید تحلیل کنید. و اینم که خط رونده که حالا جلوتر روند رو هم براتون توضیح میدم. شما میتونید خط روند رو بکشید. مثلا من تحلیل میکنم که سومین بار که قیمت برخورد کنه به این خط روند من، قیمت برمیگرده میره به سمت بالا که میبینید 53 پیپ رفته به سمت بالا، 538 پیپ خب رفته به سمت بالا. اینا رو میتونید ازش استفاده کنید. میتونید یه سری خطوط رو باش بکشید. مثلا میبینید میتونید با خلاصه کم دستتون میاد کار و یاد میگیرید که چطور از اینا استفاده کنید. اوکی، اینها رو بعد فیبوناچیه که من قبلا راجبش توضیح دادم، یعنی کلیپ ساخته همین نحوه ریسک ریوارد رو هم توضیح دادم. ریسک ریوارد هم جلوتر کامل براتون توضیح میدم. اینجا فقط بدونید خوبه. حالا حالت دیفالتش رو بخوام برگردونم، یه سری خطوط و اعداد داره که شما میای و اونها رو میکشی که اصلا نیازی نیست اینا رو بهتون بگم، چون واقعا به کارتون نمیاد که بخواید با اینها وارد مارکت بشید. یه سری نقاط رو شما میتونید یه متنی رو بنویسید. خب که حالا چرا میای مینویسی و اوکی رو میزنید و عرضم به خدمت شما براتون نشون داده میشه هر جایی که شما بخواید قرار بدید. تکست هم دقیقاً همینه. شما یه تکستی رو می‌نویسید و تفاوتش اینه که سری حرکت ها هم انجام میده. مثلا این رو اضافه میکنید، اوکی رو میزنید، می‌بینید با شما حرکت میکنه. اوکی، خطوطیه که من نمیدونم واسه چی اینا رو اومدم که توضیح بدم. خب یه سری خطوط داره میای براتون میکشه که تو الگوی هارمونیک خیلی با این کار میکردیم که زیاد به کارتون نمیاد و این چیزا. فقط میخوام که ببینید. خب اینا به کارتون نمیاد، بهتون قول میدم. هم چیزی که ما لازم داریم رو بهتون میگم. تنها چیزی که لازم داریم اینه خب که شما خطوط لول های قیمتی رو مشخص میکنی. پس من همین الان اینا رو حذف کنم. حذف کردن شما ببینید دو تا شو حذف میکنم و تموم. اینا میرن پی کارشون. و اینم از این بود که بعد توضیح میدادم. و تایم فریم میشه بازه زمانی. خب یعنی بازه زمانی 30 دقیقه رو میبینید. 30 دقیقه میذارم، هر چی میذارم که تعداد کندل ها بیشتر میشه. هر چه پایین‌تر میرم تعداد کندل ها بیشتر میشه. تایم فریم داریم یعنی بازه زمانی ماهیانه رو به شما نشون میده که تو این یک ماه گذشته قیمت به چه صورت بوده. هفتگی داریم، روزانه داریم، 4 ساعته، 1 ساعته، 30 دقیقه، 15 دقیقه، 5 دقیقه و 1 دقیقه که ما با 5 دقیقه کار داریم. با تایم فریم های بالاتر و پایین‌ترش کاری
نداریم. اوکی. حالا میتونید اینا جاهاشون رو عوض کنید، مثلا میتونید این بغل بذاری، خب، یا مثلا میتونید بیای دوباره ببری سر جاش، تو تغییر بدی دیگه، اینا دست خودت، دیفالت دیگه. یا مثلا این رو بیاری این طرف جابجاشون کنی، اینا رو میتونی خودت دیگه دستی انجامش بدی. اوکی. اینم از این. استیت بار میبینید این پایین، خب استیت تو لال شدم حالا این پایین که بزنید بهتون نشون میده، خب، که مثلا آقا دیتاتون به چه صورته، کانکت هستید یا نه. اوکی. و چارت بار هم که یه سری چیزایی که زیاد به کارتون نمیاد، مثلا برای چارت مثلا این پایین به شما میتونید روش کلیک کنید، این رو بزنید به شما نشون نمیده و از این موارد. سیمبل هم که راهکارش رو به شما گفتم، یعنی شما روی فارکس کلیک کنید یا تمام جفت ارزها شاخص‌ها سهام‌ها اینجا بهتون نشون میده. اگر داخل بر فرض مثلا مارکت واچ ندارید میتونید که روش کلیک کنید و اضافهش کنید به مارکت واچتون، که من بهتون گفتم برای مارکت واچ و اضافه کردن یک ارز چیکار کنید دیگه، کلیک راست کنید شوال بزنید همه هستن. خب و همین. این از گزینه‌ای بود که این پایین. راجع به نویگیتور هم که صحبت کردیم، ترمینال هم که یه توضیح اگه بخوام بدم راجع به ترمینال رو هم همینجا براتون توضیح بدم. ببینید شما دو تا گزینه دارید، خب میتونید که هم بیایید اینجا گزینه ترمینال رو بزنید، خب، و هم میتونید کنترل تی رو بزنید، ترمینال برای شما نشون داده میشه. خب زمانی که شما اینجا بیایید روی گزینه ترید بزنید، بالانس شما به شما نشون داده میشه و میتون میگی که چه میزان بالانسی دارید. و حالا اکانت هیستوری به چه صورته، بذار بیارم بالاتر. اکانت هیستوری شما تمام معاملاتی که انجام بدید رو اینجا بهتون نشون میده، که حالا این مفاهیم می‌خواستم یه دیدی داشته باشید ابتدایی، چون جلوتر ما میریم رو کامل راجع به مفاهیم ترمینال صحبت میکنیم با هم دیگه و بهتون نشون میدم چند تا معامله میذاریم که برای معامله کردن رو اینا رو هم شما یاد بگیرید. اوکی. اینو گفتم بهتون بگم که یه توضیح داده باشم و بریم گزینه بعدی. بس ما با ویو رو کامل دیگه این موارد رو توضیح دادیم، یعنی نویگیتور، ترمینال، تستر، که شما میایین اینجا روی هر جفت ارزی که لازم دارید، خب، و سبکی که دارید، حالا استراتژیتون رو میاد استارت رو میزنید و براتون معامله میکنه و یه گرافی به شما نشون میده که شما چه میزان سودی داشتید. البته نیاز به این نیست برای استراتژی تستر. تنها چیزی که شما لازم دارید برای اینکه بدونید تو لایو مارکت، شما باید بدونید تو لایو مارکت چه معاملاتی انجام میدید. گذشته رو بیخیال شید، خب تو لایو معامله کنید بهترین کاره. شما حالا یه حساب دمو باز میکنید، رو لایو معامله میکنید و حساب کار دستتون میاد که این استراتژی که به شما ارائه میشه چه میزان سودی داره. هر چقدر توی لایو بازار قرار بگیرید بیشتر میتونید احساساتتون رو کنترل کنید و نیاز به این موارد نداره. شما کافیه که حسابتون رو به مای فیسبوک وصل کنید و کامل متوجه میشید که میزان سودیتون چطور بوده، دراودونتون چطور بوده، افت سرمایه‌تون چطور بوده. حالا این موارد الان میخوام بازم طول بدم، خیلی سنگین میشه و به کارتون نمیاد. خب چت داریم، فول اسکرین، اینا هم به دردمون نمیخوره. میریم سراغ اینسرت ایندیکیتور. خب اصلا فاجعه است این چیزایی که این داخل میبینید، تمام چیزهایی مثلا RSI. خب این موارد، اینایی که میبینید رو چارت کسی هم اگه قرار داره، اصلا شک نکنید طرف مبتدیه، شک نکنید. خب مثلا بیل ویلیام، خدا فراکتال واسمون آموزش میداد خدایا، اینا همه اصلا به کارتون نمیاد. فقط میخوام بگم که این شما اینجا ایندیکیتور هم دارید، خب از این طریق هم میتونید که برید و ایندیکیتورها رو ببینید. این قسمت پایین نگه دارین، بیایید و یه سری نکاتی که هست اضافه میشه. مثلا بر فرض مثال شما کندل ثانیه شما رو من رو بزنید براتون میاره. خب اینجا اوکی رو میزنید، از اینجا هم میتونید پیدا کنید. خب اما تو نویگیتور خیلی راحت تره. تو نویگیتور بهتون گفتم که چیکار کنید. اوکی. مثلا شما میایید تو نویگیتور، خب این رو میزنی، میخوای اندیکاتورها رو پیدا کنی، اندیکاتوری که من به کندل تایمو که به شما دادم، شما میایید روی کامپیوتر روی چارتتون درگ میکنید، اوکی رو میزنید، براتون اضافه میشه دیگه. نیاز به این نیست که برید و اونجا اون بالا روی گزینه اینسرت بزنید و بعد ایندیکیتور رو انتخاب کنید. ایندیکیتور رو اصلا سمت ایندیکیتوری که مثلا میگم باش وارد معامله بشید و اینا، حداقل اینایی که داخل متد تریدر هست نرید. اوکی. ورتیکال لاین، هوریزونتال، خب اینا راجبش توضیح داده شده، یه بار من براتون میکشم. این خطیه که به شما سطوح حالا مد نظرتون رو میاد چیکار میکنه، براتون جدا میکنه. بذارید من اینا رو پاک کنم. ببینید زمانی که شما اندیکاتور رو اضافه میکنید، از این طریق میتونید کلیک راست کنید روی چارت، میبینید ایندیکیتور لیست رو بزنید، اینجا بیاین حذف کنید مواردی که هست. خب
فراکتال دارید حذف میکنید، RSI روش کلیک میکنید، دیلیت رو میزنید و حذف میشه به همین سادگی. خب حالا میریم سر وقت این خطوطی که اینجا کشیدیم. خب شما میایید روی گزینه مثلا بر فرض مثال اینسرت میزنید، خب لاین، بعد چی؟ هاریزونتال. خب روی این که بزنید شما یه خطی رو میتونید ترسیم کنید که شما به شما نشون میده که شما خطوط حمایت و مقاومتتون رو وقتی زمانی که به اینجا رسید چیکار کنید، تحلیل کنید، وارد معامله سل بشید یا بای بشید، جدا میکنید دیگه چارت رو. اوکی، دوباره روش کلیک کنید، کلیک راست کنید، میتونید حذفش کنید به همین سادگی. این نکاتی هست که اینجا اصلا اینجا هم وجود داره. خب میانبرش اینجا هست، شما میتونید روش کلیک کنید و استفاده کنید. و دیگه میریم سراغ بعدی، کانال فیبوناچی هست. نمیدونم اینا رو توضیح بدم براتون، به کارتون هم نمیفهمید بکنید. این خطوطیه که مثلا شما میتونید در برای کانال استفاده کنید که اصلا شما نیاز به این ندارید. توضیحی که ما میدیم شما راحت میایید یه خط رو میگیرید و اینا رو با هم دیگه میکشید. هر چی کمتر از این موارد من نوعی اینطوری هم استفاده میکنی بهتری راحت‌تری. یعنی که حالا به کارتون نمیاد، نیست این مواردی که من نمیدونم. خود خیلی هم میگن ما با اینا معامله میکنیم. چطوری واقعا معامله میکنیم؟ به ما بگین. اینا اصلا به کار نمیاد. برای فیبوناچی هم که فقط ریتریسمنت به کار ما میاد که برای ریسک ریوارد که حالا توضیح میدم جلوتر چطور بتونید داخل تو این آموزش ها هم براتون توضیح میدم، چون جلوتر توضیح دادم، یعنی قبلا توضیح دادم که شما چطور میتونید ازش استفاده کنید. شیپ هست که ما فقط به این لازم داریم، از این استفاده میکنیم که این بالا هم داریمش. خب میریم قسمت آرو. خب شما چیکار میکنی؟ اینجا یه سری فلش داره، میبینید میتونی که حالا ابعادش هم تغییر بدین. روش کلیک راست کنی، پرپرتیزش رو که بزنی، اینجا یه سری موارد هست که میگه آقا رو چه تایم فریمایی من نشون بدم. خب روی این گزینه بزنی، ویژوال که بزنی، مثلا میگه آقا الان تایم فریم من چند 1 ساعته، روی 5 دقیقه 15 دقیقه 4 ساعته به من نشون بده، براتون نشون داده میشه. خب که من با این کاری ندارم، پارامترم ولی چی. اینجا میاد چیکار میکنیم؟ اسمش چیه؟ اینجا اسمش رو میتونی تغییر بدی، میتونی دیسکریپشن براش بذاری، گوشونی، و میتونی که برای اینکه شما بیای و ابعادش رو تغییر بدی روی این گزینه بزنی، میبینی هر چی که بزنی بزرگترش میکنه. خب و بعدش میای اینجا رنگش رو میتونی تغییر بدی، میتونی مشکیش کنی، میتونی قرمزش کنی، میتونی زردش کنی. اینا دیگه بستگی به خودت داره و سلیقه خودت که بخوای ازش استفاده کنی. اوکی، حالا این به چه کاری میاد؟ مثلا بر فرض مثلا بهتون گفتم شما اینجا میای، میخوام یه مثال بزنم، خیلی موارد هست که شما میتونید ازش استفاده کنید. شما یه عکسی میخوای بگیری، میای این فلش رو اینجا میذاری، میگه آقا استاد من از اینجا وارد معامله شدم برای سل، اما اینجا استاپ هم خورده. فلش رو میذاری اینجا که نشون بدی آقا اینجا نقطه ورود من بوده. اوکی، اینطوری استفاده میشه ازش. حالا نواحی دیگه هم شما میتونید هر مواردی که مد نظرتون ازش استفاده کنید. یا مثلا زبدر، تیک، اینجا پریس لیبل داره که من اگه تغییرش بدم این قیمت هم تغییر پیدا میکنه. شما مثلا بر فرض مثال اینجا این قیمت رو مد نظرتونه، میخوای معامله کنی، بری مثلا اوردر بکاری، سل لیمیت بکاری اینجا. خب میای و حالا سل لیمیت اینا رو بعد توضیح میدم. این لیبل رو اونجا اضافه میکنی، حالا میتونی ابعادش هم که مثلا همین فلشی که گفتم تغییر بدی، بالا پایین هم کنی، عددش تغییر پیدا میکنه. گزینه بعدیش هم که حالا راست چین چپ چین داره دیگه، میبینی این راست چین و چپ چین و راست چین و این چیزاش هم خودتون دیگه میتونید تشخیص بدید و استفاده کنید ازش. و تکست لیبل و اینا هم که اینجا قرار داده شده. روی گزینه چارت هم که نگه داریم، اینها رو براتون توضیح دادم دیگه، من نمیدونم احتیاج هست توضیح داده بشه دوباره یا نه. ایندیکیتورها که براتون توضیح دادم اینجا هست، میبینید اینجا براتون قرار داده شده. بار لاین و لاین چاین و کندل استیک و اینا همه رو براتون توضیح دادم. و اینم که عرضم به خدمت شما چیز خاصی نیست که بخواید ازش استفاده کنید، به کارتون نمیاد. ببینید روش تیکش هم بردارید هیچ اتفاقی نمیافته. خب تایم فریم ما داریم، تایم فریم های مشخص ما بهتون گفتیم، حالا اینجا میانبرش هست، شما میتونید هر کدوم از تایم فریم هایی که مد نظرتونه اینجا انتخاب کنید. بعد مواردی که داریم روی این گزینه بزنید 4 خونه ها میاد. خب یا میتونید روی گزینه بزنید، اوکی، یا میتونید روی این گزینه بزنید. خب یا میتونید که کنترل جی از روی کیبورد انتخاب کنید، هم میتونید ورش کنید، هم میتونید اضافهش کنید. اوکی، یه قسمت خوشگل داشت بهتون گفتم، تمپلیت. خب
تمپلیت به چه صورته بچه‌ها؟ ببینید شما کافیه روی کلیک راست کنید روی چارت پرپرتیز رو که بزنید، اینجا میتونید که تمام چیز اینو میبینید، تمام رنگ ها، اعداد، این گریدی که وجود داره، چهارخونه‌ای که وجود داره، ولیومی که این پایینه، همه اینها رو شما میتونید تغییر بدید. چند تا حالت دیفالت هم داره، یعنی ببینید زمانی که روش بزنید دیفالتاش به شما طرح نشون میده. اوکی رو که بزنید براتون میاره. خب تمپلیتاتون رو میتونید اینجا تغییر بدید. حالا میتونید هم حالت پیش‌فرضش رو استفاده کنید، هر کدوم که مد نظرتون بود. خب و اوکی رو بزنید. یا میتونید چیکار کنید؟ بیاید کلیک راست کنید، ارزم به خدمت پرپرتیس رو بزنید و اینجا تمام رنگ‌ها رو شما عوض کنید. بک‌گراند رو مثلا آقا من دوست دارم که این رنگی باشه. رنگ بدی هم شد. قشنگ شد انگار. مثلا همچین رنگایی رو شما میتونید تغییر بدید. بک‌گراند رو میتونید، بعد میتونید که اون چهارخونه ها رو تغییر بدید. بار آب یعنی چی؟ یعنی شما میتونید که رنگی که مثلا حرکت رو به بالا سعودی، خب رنگ اون کندل رو میتونید تغییر بدید. مثلا بر فرض مثلا آبی بذارم، رنگی جیغ بزنم که شما ببینید چه رنگی شد اصلا. میشه گاو. حالا جلوتر براتون توضیح میدم که اینا حالا چی هست. بول کندل چرا اسمشو گذاشتن، بیر کندل چرا گذاشتن. زمانی که شما بارا رو انتخاب کنید رنگش رو تغییر میدی. بول کندل یا همون سعودی رو میاد. حالا مثلا بر فرض مثلا چه رنگی کنم، زردش کنم، زردش میکنی، چه رنگ بدی شد، تغییرش بدم، قرمزش کنم مثلا داخلش رو. میبینید رنگو تغییر پیدا میکنید. برای بقیه‌اش هم شما همین کارو میتونید انجام بدید. برای ریزشی هم شما میتونید همین کارو انجام بدید. همه چی بستگی به خودتون داره. خب همه چی بستگی به خودتون داره. اینجا میتونید تغییر بدید، اوکی رو بزنید، باش بازی کنید، یه مقدار باش بازی کنید، کاملا متوجه میشید که چطور میتونید شما چارتتون رو عوض کنید. حالا بعد شد این چارت به این شکل در اومده. یه سری گزینه‌ها هم اینجا داره که چیزایی که به درتون میخوره. شو از لاین، خب که بزنید اونجا بهتون نشون میده تفاوت خرید و فروش رو، کامل متوجه میشید روی چارت. الان من این رو اوکی کنم، اجازه بدید اصلا اول برم توی تمپلیت خودم، سرم درد گرفت چند دقیقه اینو دیدم. دوباره میای تو قسمت کامان، خب اوکی رو که بزنی، اجازه بدید من تا پایین‌تر قشنگ براتون توضیح بدم. خب بذارید من این رو یه مقدار بزرگش کنم که کامل‌تر دیده بشه. می‌بینید این خط قرمزو، این اسپرد، این وسط یه فاصله هست، این اسپرد خرید، اسپرد وجود داره. خب فاصله بین خرید و فروش وجود داره که شما متوجه میشید که کجا بروکر ازتون میخره، کجا بهتون میفروشه. اوکی، اینم گزینه بود که بعد بهتون میگفتم. اینم پرپرتیس رو بزنید، می‌بینید گاهن شما میای می‌خوای این رو به سمت بالا ببری چارت رو، اما نمیتونی. خب یعنی همینقدره، مگه اینکه بیای اینجا این رو نگه داری، بیاری کوچیکش کنی، قیمت بتونی کندل رو چارت رو بالا پایین کنی. میای کلیک راست می‌کنی، پرپرتیس رو میزنی، میری توی قسمت کامان، اسکیل فیکس رو که بزنی اینجا می‌بینید یه چیزی اضافه شد. این اسکرول رو که نگه دارید میتونید بالا پایین کنید به همین سادگی. اوکی، چیز بسیار سختی هم نیست. این نکاتی بود که بعد بهتون میگفتم و به کارتون میاد و چیز بسیار ساده‌ای هم هست و سخت هم نیست اصلا که شما بخواید ازش استفاده کنید. و حالا من اون رو برمی‌دارم تیکش رو. اینم از گزینه چی بود؟ گزینه‌ای بود که شما میتونید که تمپلیتتون رو تغییر بدید و ازش استفاده کنید. زوم این و زوم اوت هم که گفتیم، استپ به استپ هم، استپ بای استپ هم چیه؟ شما زمانی که مثلا بر فرض مثلا میریم عقب‌تر، میخوای بک تست بگیری، میخوای اینجا وارد معامله بشی طبق استراتژی، میخوای چیکار کنی؟ میخوای قدم به قدم هر یه دونه کندل بره جلو، یه دونه میزنی یه دونه کندل میره جلو. خب یه دونه میزنی یه دونه کندل میره جلو. اما خب چیزام داره دیگه، اسمش چیه؟ کلید میانبر هم داره. خب F12 رو که بزنی، F12 رو که بزنی میره جلو. یادم نبود که F12 رو بگیرم. چیزم نرم افزاری که دارم باش ضبط میکنم خارج میشه ازش و استاپ میشه. F12 رو که بزنید یه قدم کندل میره جلو، یه دونه میره جلو. اوکی، پراپرتیز هم که توضیح دادیم راجع به، شما میتونید باش چیکار کنید. و بریم سراغ بعدی. میشه گزینه چی؟ میشه گزینه تولز که شما روش نگاه کنید، نگهداری نیو اوردر داره که میخوای شما به شما میگه که چطور میخوای معامله باز کنی، معامله ببندی. سل مارکت داره، بای مارکت داره، اینجا مارکت اکسیکیوشن داره، پندینگ اوردر داره. همه اینها رو بعد تو جای خودش به شما بگم که اینجا الان نمیگنجه که شما مثلا بر فرض مثال میای روش گزینه سل که بزنی، خب معامله فروش باز میشه. بذارید من ببرم سر جای اول، معامله فروش باز میشه. خب که حالا تو ترمینال هم بهتون نشون میده،
می‌بینید اینجا میزان سودتون رو نشون میده، سواب رو نشون میده، پرایس رو نشون میده، تی پی استاپ، همه اینا رو حالا یه توضیح مختصرم خدمتتون میدم. این رو میتونید نیو اوردر رو بزنید وارد معامله بشید. یه گزینه هم هست اینجا می‌بینید وان کلیک تریدینگ که شما با یک کلیک روش وارد معامله میشی خیلی سریع. دیگه نیاز نیست بری اینجا نیو اوردر رو بزنی یا اینجا F9 رو نگه داری براتون نیو اوردر باز بشه. همین که یه دونه روش کلیک کنی، خب همین که روش یه دونه کلیک کنی وارد معامله فروش میشه. میبینید چقدر سریع وارد معامله فروش شد. یا مثلا معامله بای رو بزنید وارد معامله خرید میشه. اوکی، این رو هم بعد خدمتتون میگفتم که شما با همین کار، با همین چیزی که اینجاست، شما راحت میتونید وارد معامله خرید و فروش بشین. این وسط هم یه عددی داره، این مربوط به بحث مدیریت سرمایه و میزان حجم و لاتیه که شما قراره وارد معامله بشین. حالا جلوتر براتون لات و این چیزها رو هم توضیح میدم. اوکی، زمانی که شما وارد ترمینال میشه یه معامله باز کردید، یه سری موارد اینجاست. پروفیت، میزان سودتون رو نشون میده. تو معامله اول رو شما در نظر بگیرید $23 توی سود هستید. سواب، اگر شما معاملتون بیشتر از یک روز باز باشه یه مقدار کمیسیون از طرف بروکر به شما تعلق میگیره که شما باید پرداخت کنید به خاطر اینکه معاملهتون یک روز باز بوده. پرایس جاییه که قیمتی که شما وارد معامله شدید و پرایس اینجا از سمت راست اولی میشه. پرایس یا همون قیمتی که در حال حاضر وجود داره اینجا میبینید. تی پی یعنی حد سودتونه. بر فرض مثال من اینجا وارد معامله مثلا فروش شدم، حد سودم رو میذارم این پایین. خب اینجا زمانی که بهش برسه میبینید الان تی پی اضافه شد، خودش اتوماتیک سودتون رو میگیره و حساب میکنه. استاپ لاس چی میشه؟ حد ضرر میشه. من میام اینجا قرار میدم حد ضررم رو 20 پیپ بالاتر. خب بر فرض مثال اینجا نشون میده قیمتی که استاپ شما قرار داده شده، حد ضررتون قرار داده شده و تی پی جایی که قیمتی که حد سود شما قرار داده شده و پرایس اصلی هم جایی که شما وارد معامله شدید. سیمبل، کدوم جفت ارز، کدوم اونس، کدوم سهام رو شما اومدید یا شاخص رو اومدید خریدید اینجا بهتون نشون میده. میزان سایز هم حجم معاملاتیتون رو اینجا نشون میده. میبینید که نیم هست ما وارد شدیم. و اینم تایپ یعنی چی؟ یعنی شما وارد معامله سل شدید یا وارد معامله بای شدید. اینا رو به شما نشون میده. و تایم هم که زمانی که شما وارد معامله شدید چه تایمی بوده، تاریخش کی بوده، اینها رو به شما نشون میده این پایین که شما میتونید اینجا ببینید و یه سری مشخصات هست. حالا به وقتش خیلی کاملتر راجع بهش توضیح میدم خدمتتون. اینم گزینه‌ای بود که بعد خدمتتون میگفتم. با این سه تا کاری نداریم. آپشن هست که وقتی بزنید یه سری موارد به شما نشون میده. الان اکسپرت ادوایزر، خب شما روش که بزنید الان اینو من میبینید غمگینه، اوکی که بزنم خوشحال میشه. خب که این مربوط به اکسپرت ها با این مواردی که اضافه میکنید، مثل همین اکسپرتی که خدمتتون گفتم، مثل اندیکاتورهایی که اضافه میکنید. یه سری نکات داره که حالا به مثلا همون زمانی که اکسپرت به شما داده میشه به شما میگن، میایید اینجا وارد میکنید. چیز آنچنان لازمی نیست که بخوام راجبش توضیح بدم. ایونت چیه، سرور چیه، آبجکت چیه، اینا احتیاجی نیست. خب و بریم سر وقت گزینه بعدی، ویندو. ببینید نیو ویندو همون موارد خودشه. دوباره مثلا من یه دونه USB کد براتون باز میکنه، اینا رو کنار هم دیگه میچینه. خب همونه، یعنی چیز عجیب و غریب و خاصی نیست. کل چیزایی که بعد نیاز داشتین شما هم راجع بهش صحبت کنم همینایی بود که خدمتتون گفتم. خب که شما میتونید ازش استفاده کنید. حالا مثلا یه سری موارد داره دف آب مارکت، خب که عمق بازار رو به شما نشون میده. تو قیمت حال حاضر خب نقاط عرضه و تقاضا، نزدیکترین نقاط عرضه و تقاضا کجاه به قیمت فعلی، میبینید تغییر پیدا میکنه. اینا رو به شما نشون میده که این به کارمون نمیاد. درسته ما با عرضه و تقاضا و لول های بانکی کار داریم اما به کارمون نمیاد. ادوایزر رو دارم روی کلیک راست میکنم روی چارت ها. اندیکاتور لیست هم که براتون توضیح دادم، میتونید اندیکاتوراتون ببینید داخلش هست یا نه. آبجکت لیست رو کاری نداریم. اکسپرت ادوایزر شما میتونید که کلیک راست کنید، حالا هر چیزی که نیاز هست نسبت به اکسپرت یا همون ربات معامله گری یا هر چیزی که شما دارید رو میتونید بیاید تغییر بدید. مثلا اینجا میتونید اینپوت، نمیتونم الان نشون بدم چون یوزر پس هم هست و چیز جالبی نمیشه اگه بخوام توضیح بدم. تایم فریم که داریم، تمپلیتی که داریم، رفرش رو که داریم، چیز خاصی نیست شما روش بزنی. یه تغییری شاید مثلا بعضی وقتا تو اینترنت ایجاد میکنه، اختلال هست تو اینترنت، این رفرش که بزنید درست میشه. گریت که راجبش صحبت کردم. ولیوم این قسمت
می‌بینید این پایین یه جوری یه میله هایی هست. میزان حجمی که داخل بروکر هست رو به شما نشون میده که اصلا به کارتون نمیاد، چون ما با ولوم بروکر کار نمی‌کنیم، زوم این و زوم اوت و سیوز و پرینت. این مواردی بود که کل چیزایی که شما احتیاج داشتین راجع به بازار فارکس بدونید رو سعی کردم کمتر از 40 دقیقه جمعش کنم که براتون توضیح بدم، چون چیز عجیب و غریب و نمیدونم چیزایی که مثلا خیلی سخت باشه شما بخواید یاد بگیرید نبود، همین چیزای بسیار ساده‌ای که من خدمت شما توضیح دادم هستش و گفتم این قسمت رو هم سریعتر براتون توی کمتر از 40 دقیقه توضیح بدم که حوصله‌تون سر نره. خلاصه و همین، انشالله که این قسمت رو هم تمرین کنید چند بار باش، با همین مواردی که گفتم برید بازی کنید، به اصطلاح برید یاد بگیرید، بالا پایینش کنید، کامل بیس با متد تریدر دستتون میاد. چیز عجیب و غریبی هم گفتم نیست. خب و پس ما یاد گرفتیم تو این قسمت که متد تریدر به چه صورته، با گزینه‌ها و آپشنایی که این بالا داره کار کردیم و چیزایی که به کارتون نمیاد مثل هلپ و این چیزا با توضیح براتون ندادم چون واقعا به کارتون نمیاد. امیدوارم که چندین بار تمرین کنید تا کامل به متد تریدر تسلط پیدا کنید. حالا تو قسمت‌های بعدی میریم و واضح‌تر راجع به متد تریدر ترمینال و این موارد صحبت می‌کنیم. موفق و پرسود باشید.